سلام و درود خدمت همه شطرنج دوستان. یکی از زیباترین بازی‌های تاریخ شطرنج در دفاع سیسیلی رو با هم دیگه نگاهی کوتاه میندازیم. معمولاً بازی‌هایی که زیبا هستن و بازی‌های تاریخی بیشتر از اینکه اینو تفسیرش کنیم بهتره که اونو فقط نگاهش کنیم، یعنی بارها و بارها نگاه کردن داره، مثل بازی همیشه جاودان آقای آندرسون که شما به هر چی نگاه میکنی مثل یک آهنگ تکرار نشدنی هستش که هر چقدر گوش میکنی شما از اون خسته نمیشی. این بازی از همون بازی‌هایی هستش که در دفاع سیسیلی یکی از شاهکارهای گری کاسپاروف در دفاع سیسیلی هستش و اتفاقا جز 10 بازی برتر تاریخ شطرنج هم انتخاب شده. دفاع سیسیلی اینجا گری کاسپاروف تصمیم میگیره واریانت تایمانوف رو انتخاب کنه. اسب B5 D6. همونطور که عرض کردم فقط من در بعضی از لحظات بازی تفسیر کوتاهی انجام خواهم داد، اونم به خاطر جنبه تاریخیش و اینکه چرا این حرکات صورت گرفته. D5 این قربانی پیاده‌ای که الان گری کاسپاروف انجام میده جز تدارکات این شروع بازیش در این مسابقات بوده، در این مچ که اتفاقا مچ قهرمانی جهان هستش و در سال 1985 اولین مچ قهرمانی خودش با آقای آناتولی کارپوف گری کاسپاروف این حرکت D5 ضربه مرکزی و قربانی پیاده در خونه D5 جز تدارکاتش بوده. D5 پیاده در D5 ای در D5 ای در D5 بالا اسب B4 تهدید در واقع نشان دادن این هستش که گری کاسپاروف میخواد پیاده خودش رو پس بگیره. اما جالب اینجاست که اصلا برنامه گری کاسپاروف در این بازی در این دفاع سیسیلی و این واریانتی که الان انتخابش کرده بوده در برابر آناتولی کارپوف اصلا پس گرفتن این پیاده نبوده. جلوتر میریم ببینیم که چه ایده بسیار جالبی گری کاسپاروف مد نظر داشته. فیل در فیل C5 قلعه حالا فیل F3. دقیقا همون چیزی که کاسپاروف در تدارکات خانگیش در نظر گرفته که چون که یعنی آناتولی کارپوف فکر کرده چون که گری کاسپاروف تعلل کرده در پس گرفتن این پیاده بنابراین فیلو در خونه F3 قرار میده. حالا فعلا پس گرفتن این پیاده امکان پذیر نیست، اما یک ایده بسیار درخشان در برای این واریانتی که آقای گری کاسپاروف انتخاب کرده یعنی پس نگرفتن این پیاده هستش و اونم این هستش که این پیاده الان مزاحمت‌های زیادی رو برای فیل خونه F3 ایجاد میکنه و همون پاشنه آشیل آناتولی کارپوف در این بازی هستش که بازی به زیبایی هرچه تمامتر آقای گری کاسپاروف برنده میشه. فیل F5 حالا این حرکت باعث میشه که دیگه فیل اسب آناتولی کارپوف به خونه C2 هم نتونه بیاد. فیل J5 اولین ستون باز توسط رخ سیاه اشغال میشه. وزیر D2 B5. حالا هرچه بیشتر و بیشتر تقویت پیاده D5 در دستور کار آقای آناتولی کارپوف هستش. اصلا باید این پیاده رو اصلا قربانی میداد تا قدرت این فیل بیشتر و بیشتر باز نمایان بشه، اما از این مسئله کاملا آقای کارپوف که یکی از بزرگان جهان شطرنج هستش غفلت میکنه. اسب D3 حالا رخنه اسب در اردوگاه سفید مشکلات خیلی زیادی رو برای وضعیت و مورای سفید ایجاد میکنه. اسب B1 به اعتقاد کارشناسان این هستش که اگر بخوایم در این بازی یکی از اصلی ترین حرکاتی که منجر به باخت آناتولی کارپوف شده عقب نشینی اسب خونه B1 هستش. بهتر بود که باز پیاده رو پس میداد و قطر فیل خودش رو باز میکرد، اما گری کاسپاروف ادامه طرح خودش رو دنبال میکنه. B4 حالا اسب میره تو گوشه. فیل D6
در واقع ایده گری کاسپاروف بلوکی کردن این پیاده هستش، ولی احتمالاً بهتر بود که فیل به خونه A7 عقب نشینی کنه تا در قطر خطرناک A2 F2 A7 F2 مستقر باشه. فیل D6 فیل G3. حالا ستون دیگه باز تنها ستون C هم که باز هستش باز توسط رخ سیاه اشغال میشه. اگه دقت کنید هر دو تا ستون باز در اختیار رخ‌های سیاه قرار گرفته. B3 J5 فیل در D6 وزیر در D6 J3 اسب D7. یکی از حرکات خوب و مشکلی که در این بازی آقای گری کاسپاروف تونسته کشفش کنه، رفتن اسب به خونه E5 و حمله به F3، به خصوص بعد از حرکتی که جلوتر خواهم گفت که اهمیت این حرکت عقب نشینی اسب به خونه D7 بیشتر روشن میشه. وزیر A2 فیل J6. حالا دیگه خیلی دیر شده. الان دیگه آناتولی کارپوف تصمیم گرفته که این پیاده رو پس بده و راه فیل خودش رو باز کنه، ولی همونطور که عرض کردم دیگه دیر وقت این کار انجام شده. G4 وزیر D2 شاه J7 F3. در صورت F4 که حرکت خیلی بدی بود، فیل به خونه F5 مستقر میشد و مشکلات باز زیادی برای وضعیت سفید ایجاد میکرد. یکی از هنرهای گری کاسپاروف در اکثر بازی‌ها اگر توجه کنید روندن مهرهای حریف به حاشیه صفحه شطرنج هستش. یعنی من خیلی از بازی گری کاسپاروف رو میتونم براتون مثال بزنم که مهر به خصوص اسب حریف همیشه به حاشیه صفحه شطرنج میرونه و اونا دیگه نظاره‌گر بازی هستن، هیچ نقشی در بازی ندارن، مثل یک تماشاچی عمل میکنن. پیاده در G4 وزیر D4 کیش و تقریبا وضعیت سفید دیگه از اینجا به بعد بازنده هستش. یکی پس از دیگری حرکات بسیار درخشان گری کاسپاروف. اسب E4 وزیر در D3. وزیر اینجا آناتولی کارپوف از دست میده، اما با این حرکت احتمالاً احساس میکنه تمام جبران کار رو به دست آورده، ولی وزیر E3 اینجا حرکت بسیار درخشان رخ 3-1. در صورت زدن رخ 3 سوار باید از دست بره. وزیر در صورتی که آناتولی کارپوف تصمیم داشته باشه وزیر سیاه رو بگیره، باید 3 مهره خودش رو از دست بده. اسب B2. حالا وزیر F2. تقریبا بازی دیگه تموم هستش. کیش و مات. این یکی از زیباترین بازی ها در تاریخ شطرنج در دفاع سیسیلی بود که در سال 1985 در مسکو مچ قهرمانی جان بین گری کاسپاروف و آناتولی کارپوف برگزار شد. همونطور هم که شما خودتون در جریان هستیش این دومین مچ بوده. مچ قبلی به خاطر اینکه مسابقات طولانی شد و برنده نداشت، در واقع آناتولی کارپوف با 5 برد در آستانه کسب مجدد قهرمانی جان بود. یعنی طبق قوانین باید 6 بازی رو میبرد که قهرمانی جان خودش رو باز تکرار کنه، اما در عدد 5 گیر کرد و در ادامه 3 بازی گری کاسپاروف برنده شد. در حالی که 5-3 به سود کارپوف بود، مسابقات تعطیل شد چون که 2 ماه مسابقات طول کشیده بود و کارپوف 1 برد اضافی، یعنی به 1 برد دیگه که نیاز داشت رو به دست نمی برد. یعنی یکی از شاهکارهای گری کاسپاروف تو اون مچ بود. بنابراین فدراسیون جهانی شطرنج تصمیم گرفت که قوانین مسابقات رو عوض کنه و 24 بازی رو بذاره. هر کس برنده شد قهرمان جان، در صورت تساوی هم قهرمان قبلی جان مساوی قهرمانی خودش رو حفظ میکنه.